دوستان ما الان رسیدیم دره آل. این دره به دره جن معروفه. آل در زمان قدیم به جن معروف بوده. بالا میشه دیگه. الان این دره از اینجا شروع میشه کنم از این سمت از این سمت باید بریم. از این سمت نه چند 5 کیلومتر پیاده روی داره. ببین الان خب بعد از همین ور بریم دیگه. این نقشه که نگاه میکنم از همین سمت باید از همین ور مستقیم بریم. پس الا تو کیف منه؟ بریم. برو. شارژ داره دیگه. آره. ببین نه دیگه تو چیزی که تو هم نقشه قدیمی اینجا زده بود باید از سمت چپ بریم. اوه نگاه اینجا شب قبل میگم بارون اومده اینجا. بیا از این ور باید بریم. نه تا برسیم فکر کنم تاریک میشه اینجا دیگه. 20 دقیقه. نه بابا الان نزدیک دیگه ساعت چند ساعت؟ 7 هست؟ آره دیگه 1.5 ساعت دیگه غروب میشه. باید از همین ور راه فکر کنم گم کردیم فکر کنم. یه دقیقه صبر کن نرو بگیر ارمان بگیر. خب چه بریم الان؟ باید همینو از همین ور بریم دیگه. بریم یه تپه کنیم الان یه تپه داخل این نقشه بود. باید نه از همین مستقیم همین کوه رو بریم. بیا چه صدایی میاد؟ چیزی نیست. بیا بریم از همین ور بریم. نه بیا از این ور بریم. خاکی شدیم خدا. ببین چیزم دست دیگه. آره چرا بابا تو کیفه
بیا صبر کن واسه از من بگیر گوشی رو بگیر بیا بچه‌ها ما بعد از 2 ساعت پیاده روی بالاخره رسیدیم. گوشیمون شارژ چند شد و پاور بانک با مشکل خورده بود. متأسفانه نتونستیم جدا کنیم. و دوربین کلا یه جور دیگه شارژش کردیم تا ویدیو رو بگیریم. چون اگه نسیدیم میذاشیم باز میافتاد برای روز دیگه. حواست باشه. بچه‌ها الان هوا تاریکه و معلوم نیست کجا بود. دقیقاً لوکیشن. ببین نقشه گفتن یک در آهنی. آره یه در خراب مانن که فقط یه در بود. رسیدیم. کجاه؟ نور بگیر. همینه؟ آره همینه. بچه‌ها پشت این در هیچی معلوم نیست چیه. هیچی معلوم نیست. میخوای برو جلوتر. بعد 100 متر 70 متر یه غاریه که هیچی معلوم نیست. میگن اولی که اینجا زندگی میکردن رفت و آمد میکردن میگفتن صدای خیلی عجیبی به گوش میرسه مثل جیغ دختر. خیلی وحشتناک بوده. نور بگیر اما سمت. حواسم هست. بچه‌ها ما قراره بریم تو این مکان و این صداهایی که میگفتن از این منطقه میاد رو بررسی کنیم ببینیم چه صداهایی. خب واسه نور بندازم. خب نور بنداز. خب غارش کجا بود؟ آها نگاه اون بالا. خب بیا دوربینو بگیر. دوربینو بگیر. خب دوربین کجا کار بذاری؟ دوربین دیگه نمیدونم. برو دیگه برو جلو. بریم. آره برو. بعد دوربر بگیر قشنگ. دوربین اینجا بیا کار بزن. خب ببین دوربین باید بریم بالا. دوربین که بالا جا گذاشت. میگم جا. دوربینی که بالا کار گذاشتم. از این در بریم. نه دیگه ببین از این ور میتونیم بریم. نه بیا این دوربر یه چک بکنیم. خب بیا دوربینو بگیر اسما. خب دوربر یه چک بکن. چیزی بود. یک صدایی میاد. دوربینو خب اون بالا کار گذاشتیم میبینی؟ خب هیچی نیست. نور قشنگ دوربر بنداز. سایه دیدم بابا. نه این برای هیچی نیست. نور قشنگ بنداز. خب نور اون بالا بنداز. بالا. آره از همونجاست. خب دوربین اونجاه. خب بریم. آره بیا. سمت راست رو چک نکردیم. درست که اول از در اومدیم دیگه. آره آروم برو. جای در هیچ نیست. خب بالا رو بگیر بالا. ببین در رو یه دقیقه بگیر. در فکر کنم در اومدیم باز یکم بسته تر نبود. نه تکونی نخورده. مطمئنی؟ آره بالا رو بگیر. قشنگ نور رو بنداز. بیا زوم کن وسط همونجا. هیچ چیزی نیست. خب
بیا از این و بریم، بیا بریم، هیچ نیست. واسه منم بیام سر کن. چقدر سرده. ساعت چنده؟ ساعت اسم این گیاه ها چی بود؟ نمیدونم. یه گیاهی خاصی اینجا داره روش میکنه. بچه ها سپرام. نه چیزی نیست. بچه ها اینجا اسمش دره آله که قدیم آل کنن معروف به جن. بعد اینجا میگفتن یه عروستومات وقتی اینجا آمدن تبدیل به 2 تا سنگ شدن و هنوز هم پیداشون نشد. آره. کدوم؟ اون چیه؟ کد؟ بیا چی بود اون؟ واسه از نگاه نزدیک نمیشیم چون کد؟ ببین کدوم طرف بود؟ بیا آجی بیا بریم اندر بیرون. زوم کو به این چیزی نیست دیگه. بیا بریم نزدیک، بیا بریم. چی بود؟ فکر کنم همون سب کن. ولی گفتن سنگ شده که. نمیدونم. دور برو چک کن. کجا داری میری؟ بیا عقب، بیا پایین رو چک کن. بیا پایین نه، بیا همین ور بریم چک کنیم. بیا کجا رو میری نگاه میکنی؟ چراغا خاموش روشن میشه. بیا صبر کن. اینم داره شارژش تمام میشه. صبر کن. اون بر جلو میفته. آره میفته. نور هست اون جلو. اون موقع یه سایه سیاه مانم بود اونجا نور هست. آره هستش. اونجا چی بود؟ نمیدونم، یه سایه سیاه بود. گفتن عروسومات تبدیل به سنگ شدن ولی چی بود؟ صدا چیه؟ نمیدونم. بیا عقب بگیر. بیا بریم تو اونجا بریم. اون تو نمیدونم. روبرو رو بگیر. صدایی که میاد از این طرف میاد. نه از همین ور بود، همین ور. این همون پاره است نه؟ آره. من نگاه یادم همینجا بود دقیقاً. بسم الله الرحمن. همینجا نشسته بود یهو بلند شد. خدا رو ببین. از اون بگیر. بیا بریم تو. ببین اینجا یه گودالیه که میره پایین. تنابم نیاوردیم. نور قشنگ بگیر تو. چیزی پیدا میکنی؟ یه صدا میاد. بیا بریم پایین. چیزی اینجا پیدا نمیشه. نور بگیر جلومونو ببینیم. اصلا توی حالا بگیم صدای موجودی بود یه چیزی اصلا خیلی عجیب بود برام. نه بدش از خودم مشکلی داری. نگاه بیا این داره یک فکر بکنیم. تو برو جلو بگیر. فکر کردی؟ آره بریم حالا جلو. واسه صدا رو صبر کن. این داره این برای بگیر. اینجا چیزی نیستش. فکر کردی؟ آره. این چیه؟ نه کدوم؟ این چیه؟ کجا بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن. چیزی نیست. این چیه؟ بالای درخت رو بگیر. این چیه این؟ درخت بالا رو بگیر. یه کت شد. چپ. بالا رو بگیر. بالا چقدر حاجی چراغ نورش تموم شده دیگه. خاموش شد مال تو. اون بالا رو بگیر پس اگه نور داری. صدا کجا میومد؟ بریم بالا. چی بود؟
نگاه دور تا دورمون حصاره، همش هم از چوبه. آروم نگاه، حمله نکن، نزا بره. چند ساعت؟ ساعت ببین، ساعت 1:30 شب. ای غیر انسان، اگه در این مکان حاضر هستی اعلام حضور کن به ما. ای غیر انسان، اگه در این مکان حضور داری اعلام حضور کن. بالا رو بگیر. نمیدونم چی بود. نگاه موقعی که ما جای پشت درخت بود بابا نه یهو اصلا رفتیم بالا که اصلا ویدیو رو بگیریم، حس کردم میخوام اذیتش کنم. احساس میکنم از این مکان خارج شده. وقتی که نگاه اول اون بالا بودیم. نورو بنداز. اول اون بالا بودیم. قشنگ بگیر، قشنگ نورو بنداز. اون بالا بودیم قشنگ، دقیقا اونجا بود. یهو غیب شد اومد پشت همین درخت. قد کنیم بریم. از نظر من دور این با یک چرخی بزنیم ببینیم چیزی دستگیرمون میشه. چرا گیج میزنی؟ بیاین به. چی شده؟ بعد نمیدونم چی شده. بچه ما الان نزدیک نیم ساعت هست، نیم ساعت میشه دیگه. آره نیم ساعتی که از این منطقه اومدیم بیرون و جای درشیم. داخل بودیم، حال دوتامون داشت بد میشد، نمیدونم چرا، ولی آره اومدیم بیرون و صدایی که آخرین صدایی که اومد کجا بود؟ همون جایی که یه چیزی مشکی افتاده بود. نه من از موقعی که حالم خیلی بد شده، یعنی موقعی که اون صحنه رو دیدم نمیدونم غیر انسان بود چی بود، وقتی دیدمش حالم خیلی بد شد. قوطی آب بیار چیزی بخوریم. باش.